استاد دست عقیده درباره عقیده سوال کنیم. استاد همین عقیده الولا و البرا همین چی گونه چیست و ما چگونه باید عقیده کنیم استاد؟ الولا دوست داشتن، البرا بیزاری کردن، بد دیدن. ما باید هر چیزی را دوست داریم و هر کسی را دوست داریم که الله تعالی دوست می‌دارد. یعنی محبت ما با محبت الله تعالی باید موافقت کند و همین گونه هر کسی که الله تعالی بد می‌بیند ما باید بد بینیم. خیلی یک شخصیتی که الله تعالی او را بد می‌بیند ما دوست داریم. همین الولا و البرا است. یا پیامبر صلی الله علیه و سلم، هر کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را دوست داشتن ما او را دوست می‌داریم. هر کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بد دیدن ما باید بد می‌بینیم. یعنی محبت ما و بدبینی ما به هوای و هوس خدا ما موافق نیست. نه، من به این کار معقول است. اگر چی شریعت حرام گفته باشدم من بسیار اینا خوشم میآید، اینو من دوست می‌دارم، از دین میبراید. چیزی که الله تعالی بد می‌بیند من اینو دوست می‌دارم بود. اون پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که کدو می‌خوردن از داخل طعام، شوربا بود، کدو داشت. حضرت انس میگن که من طبیعتا کدو رو بد میدیدم، کدو نمیخوردم. دیدم که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از داخل طعام، از داخل کاسه کدوهارش رو یافته یافته میخورن. از همون روز اعتبارا کدو رو دوست داشتم. این پیروی صحابه ها هست. حالا من است که مثلا یک آدم طبیعتا کدو رو بد بیند و خورده نتوند. مثلا بعضی آدم‌ها ماهی خورده نمیتونن، بعضی آدم‌ها شیر نوشیده نمیتونن، طبیعتا دلش بیهوده میشه. هیچ گپی نداره، شریعت وی مجبور نکرده است که اكون یو کدو خور یا شیر خور گفته. لیکن قاضی ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتن که کسی همین حدیث شنود که پیامبر صلی الله علیه و کدو را دوست می‌داشتن، همین حدیث رو شنود و در جایش گوید که یعنی پیامبر صلی الله علیه و کدو را دوست می‌داشتن، حدیث شنید، گوید که من کدو رو بد می‌بینم، گفت کافر میشد. این مذهب حنفی، این قاضی ابو یوسف، شخصیتی که مذهب حنفی رو پنهان کرد. من کدو رو بد می‌بینم، گفت در مقابل حدیث کافر میشه. هم تو مثلا طبیعتا یک آدم کدو خورده نتونه، هیچ گپی ندارد. لیکن این حالا که کدو یگان مثلا چیزی طبیعی پیامبر صلی الله علیه و دوست داشتن. حالا این مسئله ها خلاف دارد، آیا که هر چیزی که پیامبر صلی الله علیه و در دنیا کردن از چیزهای عادتی باشدم آیا وای سنت است یا نه؟ مسئله خلافی است. مثلا صله، پیامبر صلی الله علیه و وقتی که به دنیا اومدن باباهاشون مشرک بود، ابو عبدالمطلب و عمکشان ابو طالب و ابو لهب و ابو جهل و ابو سفیان و همه مشرکای قریش صله داشتن. پیامبر صلی الله علیه و وقتی 40 ساله بودن، عموما تا 40 سالگیشون پیغمبر نبودن، صله داشتن. خلق صله داشت. عادتی مکه صله دار بود، مردها صله میپوشتن. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و پیغمبر شدن صله داشتن. همین گونه تا وفاتشون صله کردی گذشتن. یعنی که این صله امری مخصوص شریعت نه، این شریعت نه آورد، این بود، این عادت کافرها بود. تمام مشرکای قریش، همون بت پرستایی که با الله و رسول جنگیدن، صله پوش بودن. لیکن پیامبر صلی الله علیه و الله تعالی اومده انکار نکرد. این عادتی مردم بود، الله تعالی کاردار نشد. الاصل فی العادات الاباحه، قاعده است. اصلا عادت ها مباح است. تا شریعت اومده این عادتی بد است، این تغییر تید نگود. عادت مثلا هیچ گپی ندارد، اما تاقی میپوشی، رویمال میپوشی، تاقیچه میپوشی، یا شلیاپه داری، کپکه داری. عادت قوم چی است؟ تا شریعت اومده این کار نکند. الاصل فی العادات الاباحه، اصلا عادت ها مباح است. پیامبر صلی الله علیه و مثلا عادتی طبیعتی خودشون کردی صله داشتن، جگر نخوردن، حالا که جگر حلال است. خرگوش نخوردن، خرگوش حلال است لیکن نخوردن.
سوسمار نخوردن، مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله نخوردن. خالد ابن ولید خود پیامبر صلی الله علیه و آله کاردار نشدن. خب هر چیزی که نخوردم خودداری کنیم اگرچه حلال است؟ این مسئله ها هست، مسئله هایی که یا کدو خوردن پیامبر صلی الله علیه و آله نگفتن که مردم کدو خورید، نگفتن، لیکن کدو خوردن. اصلا هر چیزی که پیامبر صلی الله علیه و آله خوردند در وی غذای بهترین بود و الله برای پیامبر اختیار کرد. و از علم طب نگاه کنید، تمام چیزایی که پیامبر صلی الله علیه و آله در حیاتشان کردن همه چیزای فایده‌ناک بود. غذاهایی که خوردن غذاهای فایده‌ناک بود. در کتاب طب نبوی به تفصیل ذکر کرد. بنابراین یعنی ما باید دوست داشتنمون موافقت به دوست داشتن الله و رسول کنیم، هم در شخصیت ها هم در چیزها. و همین گونه بدبینی ما هم با بدبینی الله و رسول موافقت کنه. چیزی که الله و رسول بد میبینه ما باید بد بینیم، ما باید دوست نداریم. باید این نامش الولا والبرا هست. والله تعالی اعلم.